مدیر عمومی ورزش‌های المپیکی ولایت بلخ چگونگی کارکرد و فعالیت‌هایشان را در سطح این ولایت برشمرده با اشاره به پیشرفت جوانان و ایجاد خلاقیت و پویایی ورزشکاران گفت آنان همواره می‌کوشند تا فرصت‌های خوب را برای ورزشکاران فراهم نماید و می‌افزاید ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در نظر دارد تا مسابقات والیبال را در سطح این ولایت میان ورزشکاران والیبال برگزار نماید. عملیات ورزش در تلاش است که ورزشکارایی که در ولایت بلخ است از هر نوع ورزشی که است، والیبال است، فوتبال است، ما زمینه ایره مساعد ساختیم که تا اینا بتواند در فضای آرام با امنیت و در یک مکان مناسب ورزش خود را ادامه بدهد. در همین حال رئیس فدراسیون والیبال ولایت بلخ و زون شمال و همچنان معاون فدراسیون ملی در امور ولایات ضمن رساندن پیام رئیس عمومی والیبال کشور به ورزشکاران ولایت بلخ در مورد چگونگی برگزاری این رقابت‌ها اشاره کرده گفت این مسابقات به سیستم لیگ برگزار می شود و قرار است 10 روز ادامه یابد که 12 تیم با هم رقابت خواهد کرد. مسابقات با سیستم لیگ به دو گروه تقسیم شده و معیارهایی که در مسابقات جهانی برگزار میشه با مو سیستم برابر شده. مسابقات شما دیدین که قرعه کشی منظم و همه چیز بود و این مسابقات ما از طرف شرکت یما پترولیوم همکاری شده که با لباسشان با همکاری داورا و بگیرمانی که هستن اون همکاری کردن که من قلبا اونها سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم. گفتنی است مسئولان ورزش ولایت بلخ از سرمایه‌گذاران این ولایت می‌طلبد تا در راستای تقویت برنامه‌های ورزشی و تدویر این مسابقات جهت رشد و توسعه فکری ورزشکاران و شیره‌های برتر ورزشی این قشر را حمایت نماید. قابل یاددهانی است مصارف این دور مسابقات را شرکت یما پترولیوم به دوش گرفته است.